چی شد که فوتبالیست شدی؟ بابای پولدار. آی دم همتون رو گرمیدم. یاد گرفتی لطف جان. این چه لهجه بود باز؟ به لهجه کرمانشاه لندن. پاس بده همون اول که من میگم پاس بده دیر دادی رفت بیرون. علی فهمی پدر ما چاویا دیگه. چی شد که شما باختین؟ شما خیلی خوب بودین که. فوتبال دیگه. خب این که نشد جواب. فوتبال دیگه. همینجا شما برو دفاع وایسا. چی گفتی؟ گم بخورم هم توپ دستم بیام مکشوف زیش مونم حمله. بزن تو گل ببینم چیکار می‌کنی. هم خاک تو سری پاس به گوش میدادم گلش میکرد. پاس بده بزنم. پاس بده خالیم. پاس بده. باریکلا. گایشی خودت خراب کردی دست میزنی. او بنده خدا خراب که سرش سر صدا کردی. اخلاق وزیش سشتیر. تاکتیکیه مثلا که به چهار تربت بکش زیرش بازی کنه. این گفتی یعنی چی الان؟ یعنی بکش زیر توپ. همین پشت تو زمین الان نوبته. ببین چیکار می‌کنی ها. پایان بازی. تو که دیروز تو بالکن مواد می‌زدی چی شد فوتبالیست شدی؟ چه فرق می‌کنه اونجا هم گل بزنه اینجا هم گل بزنه. شیر سماور داور دقت کن دیگه ما. داداش یه دوپینگ می‌کنی حیفا تا فینال میدن حذف تا می‌کنن ها. تو کار نمیشه. داداش یه دوپینگ کرده بودی چی شد باختین؟ اگه ما مردیم میفهمیدن. ما از فنرباغچه پیشنهاد داشتم نرفتم تیر زدم تو آینده فوتبالیم. از فنرباغچه ترکیه اون که خیلی خفن بود. نه بابا اون باغچه ملکاباد. داور زد مرو. همینجا پنالتی رو بده شانتیا بزنه. سشتیر بابا خودم بزنم بیرونم بزنم. همین آقا تو خود یک مسابقه با ما بکنی. ول که ما با شاشیدم تو فوتبال دون. داداش با این بازی افتضاح سایت که واسه لیگ پایین نیست. فکر نکن. خب عاشقانه کتاب چپ بزنه. داداش اینو بعد بگی جلو دهنت بعد فوش بدی. خب عوضی عاشقانه. توپ کجا داری با خودت می‌خوری؟ توپ بزن. هرچی کردم. تو که نکردی هم تیمیت کرده. بالاخره تو یک تیم هستیم یا نه؟ ولی یه چیزی من بهتون میگم مثل من دیگه نمیاد.